این جوجه رو میبینین امروز قراره تبدیل شه به قوی ترین جوجه دنیا. Let's go. اسم من یهدیان نیام جلوی چشایم دیان نیام. بچه‌ها من یه لیست نوشتم از چیزایی که میخواد. حالا بهتون نمیگم تا بریم بخریمش. چیزای خوبیه. برعکس امروز کلا 2 تا مقصد داریم. الان مقصد اولمون هم ابزار فروشیه. Let's go. بنازم. برعکس سنباده و روغن چرخیاتی خریده شد. اینی که میبینی این مال من نیست. اینو باید تحویل بدم. ولی اون رنگایی هم که میخواستم پیدا نکردم. بریم یه جا دیگه رو ببینیم، شاید جای دیگه داشت. این ناموسن خیلی گرمه، ناموسن دارم میگم. برعکس اینم از اسپریای خودمون. پسر اینا چقدر خرج برداشت؟ 40 45 چقدر میشه؟ 40 4 تا 12 تا این 125 به علاوه 15 160. واقعا 4 دارم این کارو میکنم. برعکس تریپ عوض کردم. گرمون نپذیم. اینم از جوجمون، اینم از وسایل. اولین مرحله باید کلا لخت بشه، یعنی هیچی نشه. این نباشه این نباشه این نباشه، همه رو باید در بیاریم. این از جعبه مخصوص. کنید اینجا چه داغونه، نگاه کنید. حالا اونجا یکی مور رو نگاه کن. خدایی فازشون چی بوده؟ نمست فرمون. دهنم خیلی شد سر فرمون. یارو رنگ گرفته، هرچی اومده جور دستش رنگ کرده. رنگ کشیده رو پیچ و میچ و هرچی هست. زیر رنگ خاک رو فقط نگاه کنید. خاکرم پاک نکرده، همینجوری. این رکابا چجوری در میاد اینا. هر چی کردم آقا این در نیومد که در نیومد. بریم حالا سراغ زین فعلا. زنجیر دوباره بریم پیش محمود. این دوچرخه به من انداخته شده به صورت کاملا حرفه‌ای. آجی این ماشینه چه قشنگ شده. شاهینا. برعکس رسیدیم محمود. امروز نمیدونم چرا انقدر بی‌حوصله‌ام. آره با ماشین برعکس آقا محمود 20 تومن گرفت، هم رکابو در آورد هم کمک. ای خدا چقدر گرمه، چقدر گرمه. به دلیل نداشتن انرژی ادامه ویدیو به فردا موکول می شود. صاف فردا. داشتتون امروز پر انرژی اومده بهتر کنه. آقا اینو الان باید یه مشعل ببینیم روش. مشعل کجاست؟ این یاش به این صورت آویزون شد اینجا. فندک هم میخوایم حاجی جان. نه فندک آرجم. مرد میخواد به اون دست بزنه ها. مرد
آره وقتی میخوام رو این بنزین رو امتحان کنم. احساس میکنم رنگش خیلی ضعیفه، با بنزین بره. یه ذره بگیرم هم موتور بنزین. طرف برداشت رنگ رو رنگ کرده، اون رنگ ضعیفه با بنزین رفت. دقت کنید با بنزین رفت، ولی اون یکی رنگ، اون رنگ زیریه هنوز مونده. اینم باید شعله بگیریم. آره وقت هوا گرمه ولی ما انرژیمون رو حفظ میکنیم. بریم واسه شعله اینا. وقت میخوام تا داغ تنور رو بچسبونم. البته کار خطریه ولی باید انجامش بدیم. شما هیچ وقت انجام نمیدین. فکر میکنم رسیدیم به رنگ اصلی. نگاه کنین اینجا گاز اینم در حال اتمامه. عرقو میبینی؟ میتونیم اینجا یه دونه گاز پیدا کنیم. گاز بذار چل شدم تو گرما. هلو آره بس کپسول رو عوض کردم. بریم واسه ادامه کار. عرقو ببینید. وضعیت رنگبری فعلا به اینجا رسیده. حالا یه سنباده هم میخواد. سنباده رم دادادان آره عکس بالاخره تموم شد. فکر کنم بعد 2 ساعت یه همچین چیزی شد. حالا میخوام یه بار دیگه هم شعله رو بگیرم روش تایم بالا ببینیم چی میشه. خودم هم نمیدونم چطور این کارو میکنم. ببینیم برای عکس چی شد. یه حالت رنگین کمونی گرفته. حالا از این طرف نشونتون بدم. اوه همین رو بندازه خوبه هم آجی. حالا رنگ این زنجیره نمونده، یعنی رنگش نمونده. طرف اینو رنگ کرده بعد این رنگشو ببریم ببریم. اینو پر کردم بنزینه. ببینیم با بنزین میره. اگه با بنزین رفت که اگه نرفت بازم دوباره آتیش. خدا حافظ این بره اینجا. نوبتی هم باشه نوبت رنگامیزیه. فقط یه پارچه هم بکشیم روش جمع میشه کار. باید ببینم بابا حواست باشه همیشه. فقط مواظب خودت باش. بدنه قرار بنفش بشه. حالا هم بریم سراغ ایشون. این یکی هم قرار سبز بشه. نازم بنازم. بابا چقدر این وسط مسطح اینا رو هم باید وا کنی. تو هم باید رنگ شه. ایشون قراره با اینا 4 باشه. آره بس جفتش هم تایراش در اومد. حالا باید نوبت این هست. این پرگاه سرویس شدم ولی برای بردمش. نگاه کن لم دادم برای خودم راحت. اینا میره تو پلاستیک ولی با این کوچولو پرگاه کار داریم.
برای عکس همه چی رو در آوردم، حتی اینا هم در آوردم، ولی نمیدونم این چجوری در میاد. مال تو چرخ‌های دیگه رو بلدم، اینا قدیمی هست نمیدونم. برای عکس به دلیل تاریک شدن هوا فعلا تاریک نشه ولی داره تاریک میشه. ویدیو به فردا منقول میشود. تا فردا خداحافظ. برای عکس بریم سراغ سماده کشی اینا. اوه 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 داخلشو ببینه چیه. من کارشم. برای عکس بریم رنگ گلگیر رو هم بزنیم فعلا تا رنگ گلگیر کار جمع کنیم. این قراره سبز شه، این بنفش. ترکیب خوبیست. دست می‌آورد شد جفتش هم سبز میشه. تبدیل شدن به اینها. کمک چی بود اسم اینا؟ گلگیر و بدنه مینی بی ام ایکسمون. نمیدونم الان چند روز گذشته، شاید 3-4 روز فکرم گذشته. باید بریم یه دونه کیلر بگیریم با اسمش چیه اون که آچاراله. باید یه آچاراله هم بگیریم و لتسگوش کنیم. برای عکس داشتم که تو هزینه کرده. ببین چی گرفته. واه عجب چیزی آجی. با این اسپری کیلر رو هم دیگه 250 تومن دارم. دلش یاد نداره. به سوی خونه. برای عکس یه پارچه‌ای بکشیم بهش و بریم واسه کیلر باشیم. این کیلر بهترین کیلر، هر وقت خواستیم بخریم این بخریم. برعکس دیگه به این فرمون نیازی نداره. پس آلن رو برمی‌داریم و میایم سراغ ایشون. برعکس اینم یه احیایی میخواد. داغون شده اینا. برعکس اینا هم احیا میخواد. نوبت شد به اینی که میبینی. بنازم بنازم این هم هست. بنازم برای بکس. حالا باید وایسیم اینا خوشن. این فقط همینا. حالا بعضیشون کیلر بعضیشون رنگ. تا اونا خوش میشن باید اینو در بیاریم. یو علی چند پرارتزی. اوه 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 بنزینه چه کثیف شده آجی. بنزینش به این صورت. با این نمیشه ولی با این میشه. زنجیر رو رنگ کرده با خیال خودش کار خفن کرده. درک میاندم همین حرف رو زده وقتی داشته زنجیر رنگ کرده. برای بکس رنگ پاک شد ولی به یه مشکلی برخوردیم. بذار اینم کجاست مشکلمون. اینجا رو میبینید شکسته. باید از اینجا باز. برای عکس زنجیرم روال شد. حالا بریم واسه کیلر پاشی. اینو کیلر پاشیدم این مدت ولی این مونده. برای عکس اینم کیلر پاشیدیم ولی یادم رفت فیلمشو بگیرم. روز ضبط نبود. امروز به امید حق علیه باطل دیگه تمومه. احتمال زیاد حوصله‌تون تا اینجا هم سر رفته باشه. تو نمیدونم شاید هم سر نرفته باشه. پس میخوایم یه کاری کنیم.
Let's go. برعکس مینی بی ام ایکس اون نصف تقریبا خود چیزی نمونه 99% کارش تموم شد. نگاه کن اینجا یا پایا رو ببین، زین بی ام ایکس، فرمون بی ام ایکس، تنه رو ببین، این چیز میلاش عوض شده، جفت میلا عوض و در آخر این شد که میبینی دورم میدن ناغم میدن یا خیلی وقتا بیمون تیمتن پولگی هنو نیمه برعکس مینی بی ام ایکس اون به اینجا رسید و اینکه حالا خیلی برنامه‌های دیگه هم باش داریم. لایک کامنت سافر چش منی.